سلام، خوبین؟ چطوری؟ اومدیم امروز با یک تحلیل بازیکن احمد دیالو. خب یک بازیکن 174 سانتی قد داره، 23 سالشه، شماره پیراهن 16 پای سلی چپ، ارزش انتقال 49 میلیون، 11 مسابقه، 1 گل، 2 پاس گل، دفع تماسات 71، موقعیت‌های ایجاد شده 71، تلاش برای شوت 68، عالیه، گل‌ها 67، عالی، عملیات دفاعش خوبه، ضربات پرشی موفقش خوبه، پست اصلیش هافبک تهاجمیه، بال راست دفاعی وای میسته، بال راست تهاجمی هم وای میسته. قهرمانیاش هم که میبینیم. خب آمارش 1 گل، 2 پاس گل با امتیاز 7.43 از 10. 11 مسابقه بوده، 10 بار تو ترکیب اصلی، 846 دقیقه هم بازی کرده، یعنی خیلی خوبه. نمودار شوتاش 20 شوت زده، XG 2.2 1 گل. جزئیات شوتش هم که میبینید. این بود تحلیل احمد دیالو. لطفاً ساب کنین. خداحافظ.